الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که نماز خود رو سر وقت برپا میکنن، دائم به فکر نماز هستن، اونها مداومت دارن بر نمازها در اوقات خودش، هر نمازی رو در وقتش میخوانن، قبل از اینکه نماز قضا بشه نمیگذارن نمازها رو همه رو آخر روز بخونن، نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا رو آخر شب که آمد خونه بشینه بخونن، نه، نمازهاشون رو پایبندن، صبح رو در وقتش میخونن، ظهر رو در وقتش میخونن، عصر رو در وقتش میخونن، مغرب رو در وقتش میخونن، عشا رو در وقتش میخونن، نمازهای خودشون رو در سر وقتشون میخونن. الذین هم علی صلاتهم دائمون، اینها دائم بر نمازهای خودشون پایبندی دارن و سر وقت میخوانن. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسانی که در مال زندگی خودشون یک سهمیه‌ای رو مشخص و معلوم کردن، در آنچه که الله متعال به اونها داده، نعمتی که الله متعال به اونها داده، یک سهمی رو مشخص کردن همیشه برای کسانی که گدایی میکنن، برای انسان فقیر، للسائل مسکین و فقیر، کسی که دست دراز میکنه پیش او، و اما السائل فلا تنهر، وقتی که کسی دست دراز کرد پیش تو، از تو چیزی طلب کرد و سوال کرد و خواست، او رو از پیش خودت نران، به او کمک بکن هر چقدر که میتونی. علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف، انسان فقیر به اندازه خودش، انسان دارا و ثروتمند به اندازه خودش، هر کسی به اندازه توان خودش کمک بکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله متعال هیچ کسی رو بیشتر از حد توان او مؤاخذه نخواهد کرد و از او نخواهد خواست و مکلف نخواهد کرد. این مهم است که تو در زندگی خودت فراموش نکنی بینوایان و مساکین رو، للسائل والمحروم، هم برای انسانی که سائل است و دست دراز میکنه، هم برای آن که محروم است. محروم به کسی میگن که دست دراز نمیکنه. انسانهایی هستن که فقیرن، توانایی مالی ندارن، دستشون در زندگی بسیار تنگ است و شرایط زندگیشون سخت است، اما هیچ وقت دست دراز نمیکنن، مناعت طبع دارن، عزت نفس اونها اجازه نمیده که دست دراز بکنن پیش کسانی. الذین احصروا فی سبیل الله، کسانی که در راه الله متعال مشغول هستن، درس دینی میدهن، عبادت میکنن، اونهایی که به جهاد رفتن، اونهایی که در راه دین مشغول به خدمت هستن، به هر نحوی معلم هستن، در تعلیم هستن، اما شرایط زندگی اونها اجازه نمیده که برن دنبال تجارت، اونها لا یسألون الناس الحافا، الله متعال میفهمد با اصرار و پافشاری از کسی چیزی طلب نمی کنن. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، انسان ناآگاه و بیخبر از حال او گمان میکنه که این ثروتمند است به خاطر خویشتنداری که او داره و دست دراز نمیکنه. تعریفهم بسیماهم، از روی چهره اونها میشه اونها رو بشناسی، برو بررسی بکن، برو بگرد. محروم به کسی گفته میشه که دست دراز نمیکنه، چون دست دراز نمیکنه از همین کسی که کمک میکرد هم محروم میمانه. یا این محروم معنای دیگر محروم اینه که کسی که محروم است از داشتن یک کار نداره، وظیفه خاصی نداره، فرصت شغلی نداره. دور و بر خودت رو نگاه بکن، همسایگان خودت، دوستان خودت، خانواده خودت، کسی که بیکار است، چند ماه فلانی بیکاره، پیش خودت فکر بکن از کجا در میاره، درآمدش رو چیکار میکنه، خانواده خودش رو چطور میگذرونه، چطور تامین میکنه. کمک بکن. تویی که دستت میرسه، امروز فردا نوبت تو خواهد بود، امروز برو و کمک بکن، برو ازشون خبر بگیر، برو بهشون رسیدگی بکن. للسائل والمحروم، محروم حق داره بر جامعه اسلامی. کسی که کار نداره، کسی که مشکلات داره در زندگی، کسی که فرصت شغلی نداره، کسی که فرصت پیدا نمیکنه تا بره درآمدی داشته باشه، شرایط زندگی، شرایط جامعه اجازه نمیده، وضعیت بازار فراهم نیست، اینها رو باید در مال خودت برای اونها سهمیه داشته باشی. نگو که من ثروت ندارم، منتظر نباش تا ثروتمندان این کارو بکنن، تو به اندازه خودت میتونی به او کمک بکنی، ولو اینکه هر چقدر کم باشه، ولو اینکه یک وعده غذایی باشه، ولو اینکه یک تیکه لباسی باشه برای فرزندانش، ولو اینکه کاغذ و قلمی باشه، ولو اینکه یک نانی خشکی باشه که ببری دم در خانه‌اش تحویلش بدی. للسائل والمحروم، فراموش نکن که الله متعال میفرماید اینها رستگارانند. این صفاتی رو که اینجا الله متعال ذکر میکنه در آخر میفرماید اینها در جنت مکرمن، مورد احترامن. اگر میخوای در جنت مورد احترام باشی باید این گونه باشی. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم،
کسانی که در مالهای اونها حقی است مشخص برای فقیرها و برای کسانی که محرومن از کار. والذین یصدقون بیوم الدین، کسانی که تصدیق میکنن روز قیامت رو. عبادتی که میکنی منت نگذار، انفاقی که میکنی، صدقه‌ای که میدی فقط به خاطر الله متعال باشه، به خاطر این نباشه که مردم تعریف تو بکنن، به به و چه چه بگن، به خاطر این نباشه که از اونها انتظاری داشته باشی و اونها رو برده و غلام خودت بکنی، بر اونها منت بگذاری، فقط به این خاطر که به این نیت کار میکنی که روز قیامتی پیش روی توست و این صدقات تو در روزی به درد تو خواهد خورد. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کسانی که از عذاب الله متعال میترسند. اینها کسانی هستند که میترسند، میدانند که یک روزی در پیش الله متعال حاضر خواهند شد و عذابی خواهد داشت و مؤاخذه و گرفت سختی و میترسند از اون عذاب. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. الله متعال میفهمد عذاب پروردگار اینها هیچ کسی از او در امان نیست. افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون، آیا در امانن شهرها و قریه ها و مردم آنها که عذاب من شب هنگام وقتی آنها خوابن یک دفعه به سراغ اونها برسه و همه اونها رو از بین ببره، زلزله شهر رو بلرزونه و صبح همه این شهر میشه قبرستانی که میلیون ها نفر و هزاران نفر زیر اون دفنن. او امن اهل القرى، آیا در امانن مردم شهرها و سرزمین ها ان یأتیهم بأسنا ضحی و هم یلعبون، که عذاب من روز در هنگامی که اینها مشغول زندگی هستن به سراغ اونها بیاد و اونها رو از بین ببره. افامنوا مکر الله، آیا از گرفت الله متعال، عذاب الله متعال، از مجازات الله متعال در امان هست؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، کسانی که زیان دیدن خود رو از عذاب الهی در امان میدانند. هیچ کسی از عذاب الهی، از گرفت الهی در امان نیست مگر زیان دیده است. عذاب الله متعال ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمین است. مواظب باش که الله متعال اگر بخواد تو رو بگیره در یک لحظه تو رو نیست و نابود خواهد کرد، تو رو از بین خواهد برد، با پروردگارت در نیفت. هیچ وقت خود رو از عذاب الهی در امان ندان، هیچ وقت. اگر انسان از الله متعال نترسید و از عذاب الهی خود رو در امان دانست، اون موقع آغاز هلاکت اوست، اون موقع آغاز بدبختی و دربدری این انسان است. انسانی که خود رو از الله متعال در امان میداند و گرفت الله متعال. بلکه الله متعال رحمان است، رحیم است، اما جبار است، اما متکبر است، اما منتقم است. بترس از پروردگارت، همونقدر که به او امید داری همونقدر باید به او بترسی. ایمان انسان با دو بال امید و ترس، پروانه ایمان انسان، مرغ ایمان انسان با دو بال امید و ترس پرواز میکنه. این گونه نباشه که فقط امیدوار باشی یا فقط بترسی. ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که شرمگاه خود رو محافظت میکنن الا علی ازواجهم، مگر بر همسران خود از راه شرعی، او ما ملکت ایمانهم، یا کسانی که کنیزی داشتن و با کنیز خود رابطه ای داشتن که البته امروزه در بین ما کنیزی نیست. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کسانی که شرمگاه خود رو حفاظت میکنن مگر فقط برای همسرشون و کسانی که کنیز اونها هستن، اینها ملامت نمیشوند. فمن ابتغى وراء ذلك، غیر از این رابطه شرعی، هر کسی رابطه دیگری داشته باشه به هر نحوی که شرمگاه خود رو در اختیار کسی بگذارد، فاولئک هم العادون، اینها کسانی هستند که از حد تجاوز کردن، اینها کسانی هستند که متعدی هستند، گناهکار هستند. الله متعال ما رو بر حذر می‌داره از اینکه در رابطه اخلاقی خودمون، در معاشرت‌های خودمون با جنس مخالف حد و حدودها رو نادیده بگیریم. باید مواظب بود. اینها همه خط سرخ‌های الله متعال هستند. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی که وقتی امانتی به اونها سپرده میشه یا عهد و پیمانی میبندن رعایت میکنن، در امانتی که پیش آنهاست خیانت نمیکنن، در عهد و پیمانی که با کسی بستن کوتاهی نمیکنن. این صفات مؤمن است.
مؤمنی که کسی که مسلمان باشه در امانت خیانت نخواهد کرد. مؤمن باشه در عهد و پیمانی که با کسی بسته باید پایبند باشه. چگونه امکان داره انسان مؤمن، انسان مسلمان در امانتش خیانت بکنه؟ در آنچه که پیش او سپرده شده دست دراز بکنه، در هر امانتی که باشه و در عهد و پیمانی که با کسی بسته. حتی اگر تو به فرزندت بگی اگه این کار رو کردی من فلان چیز رو برای تو میخرم و نخریدی، تو در عهد و پیمانی که با فرزندت بسته خیانت کردی. چه برسه عهد و پیمان‌های بالاتر از این. وعده نده و وقتی که وعده میدی تا آخرین لحظه تلاشت رو بکن تو بر وعده خودت پایبند باشی و اگر نتونستی از صاحب او معذرت خواهی کن خالصانه. عذر تو پذیرفته است وقتی که تلاش بکنی و نتوانی. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون. کسانی که وقتی شهادت میدن شهادت خودشون رو بر حق و حقیقت و عدالت برپا میکنن. ولا یأبی الشهداء اذا ما دعوا. وقتی جایی از تو طلب شهادت میشه انکار نکن، برو شهادت بده فقط به خاطر الله متعال. وقتی تو رو به عنوان شاهد میگیرن دروغ نگو، خیانت نکن. هر آنچه که هست ولو اینکه بر علیه خودت باشه یا بر علیه خانواده تو باشه یا بر علیه هر کسی که هست، حق رو باید بگی. وقتی شهادت میدی به خاطر الله متعال حق و حقیقت رو، آنچه که مشاهده کردی، آنچه که چشمانت دیده اند رو، آن رو باید بگی. شاهد یعنی آن کسی که مشاهده کرده است. مشاهده با چشم صورت میگیره. آنچه رو که چشم تو دیده همون رو نقل میکنه زبان تو، نه آنچه که ذهن تو تصور میکنه و تخیل میکنه. دروغ رو شهادت نده. شهادت مال چشم است. باید مثل چشمت صادق باشی و زبانت مثل چشمت صادق باشه در شهادت دادن. والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون. ابتدای حکایت با نماز بود، پایان حکایت هم باز با نماز تمام میشه. کسانی که از نمازهای خودشون محافظت میکنن، یعنی اینکه ظاهر نمازشون رو، روح نمازشون رو، باطن نمازشون رو زیبا میکنن. هم در ابتدا فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که نمازشون رو سر وقت میخوانن. اینجا فرمود والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کسانی که نمازشون رو محافظت میکنن. محافظت نماز یعنی ظاهر نماز آراسته، آنچه که ظاهر نماز است در قیام، در رکوع، در سجده، در تشهد، و باطن نماز، روح نماز، حضور قلب در نماز، ارتباط با الله متعال رو باید داشته باشیم، باید رعایت بکنی. اینها کسانی که این صفات رو دارن، اینها اولئک فی جنات مکرمون، اینها کسانی هستند که در جنت مکرمن، مورد اکرامن، احترامن، عزتن. اینها مورد ارج و مقام قرار میگیرن. اونها رو کرم میشه به اونها. اینها در جنت خیالشون آسوده است. صفات کمی است. کسانی که نمازشون رو سر وقت میخوانن و مواظب نماز هستن، شرمگاه رو محافظت میکنن، امانت رو رعایت میکنن، وعده میدن خلافش رو انجام نمیدهن. کسانی که اگر شهادت میدن صادق هستن. کسانی که صدقه میدهند برای انسانهایی که سائل هستند، فقیر و مسکین هستند و محروم هستند و ایمان یقینی دارند به الله متعال. این عبادت ها را اگر انجام دادی اهل جنتیم. این عبادت ها را اگر انجام دادی، نماز ابتدایش نماز، انتهایش نماز، شرمگاه تو نمازت رو بخون، سر وقت بخون و خوب بخون، شرمگاه تو محافظت بکن، عهد و پیمان تو رعایت بکن، صادق باش، به فقیر و مسکین رسیدگی بکن و اگر شهادت دادی به خاطر الله، اولئک فی جنات مکرمون. این کسانی هستند که در جنت خواهند ماند. همیشه عذاب الله متعال رو پیش چشمت داشته باش. از عذاب الله متعال بترس تا وارد جنت او بشی. الله متعال هرگز دو ترس رو با هم جمع نخواهد کرد، ترس دنیا و ترس آخرت. کسانی که در دنیا میترسن از دوزخ، الله متعال اونها رو وارد جنت خواهد کرد و کسانی که نمیترسن، الله متعال اونها رو وارد دوزخ خواهد کرد.